أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، کتاب در مسئله جهاد. جهاد کردن، این یا خود جهاد به سه قسم تقسیم می شود: جهاد نفس و جهاد با منافقان و جهاد با کافران. یعنی جهاد به سه قسم تقسیم می شود. اولین جهاد جهاد نفس است و ضروری ترین و حتمی ترین برای هر مسلمان، حتمی و لازم و واجب است. این جهاد نفس است، یعنی که باید انسان بر ضد هوا و هوسش با نفس خودش در جهاد باشد، تا اینکه پیرو هوا و هوسش نباشد، تا اینکه گناه و معصیت انجام ندهد، تا اینکه نفس اماره بالسوء شه، نفسی که انسان دارد انسان را به بدی امر میکند، اون نفس اماره بالسوء را اطاعت نکند، پیروی نکند و شیطان را پیروی نکند. این را میگویند جهاد نفس. و دویم جهاد با منافقان است. جهاد نفس معلوم است که انسان اخلاص را در قلب خود میآرد، پس تمام این هوا و هوس و تمام اون نفس اماره بالسوء از انسان دور می شود، بعد که انسان اخلاص کامل را در قلب خود جا داده. و دویم جهاد با منافقان است که جهاد با منافقان با دعوت است، با فهمانیدن است، با تبلیغ است، با رسانیدن حکمهای الهی و عذاب الهی برای منافقان و عذاب الهی برای کسانی که در ایمانشان صادق نیستند. با این طریق است، یعنی که جهاد با منافقان این با سلاح و با اسلحه نمی باشد، بلکه جهاد با منافقان با دعوت می باشد. این جهاد با منافقان است. اما سیوم جهاد با کافران است که جهاد با کافر حتما با اسلحه و با جنگ می باشد، یا اون کافر با جزیه دادن برای مسلمان ها با خواری و ذلیلی راضی می شود، یا با اونها نبرد و جنگ با اسلحه شروع می شود. از این دو راه کافر باید یکی را اختیار کند: یا با خواری و ذلیلی جزیه بدهند، یا با اونها جنگیده می شود و کشته می شوند. این سه نمود جهاد است. اما امام نووی رحمه الله در این کتاب ریاض الصالحینش فقط درباره جهاد با کافران سخن میگوید، نه جهاد با نفس و نه جهاد با منافقان، فقط و فقط درباره جهاد با کافران سخن میگوید. و همچنین منافقها برای ما و شما معلوم است که الله جل جلاله درباره اشان میگوید هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان یؤفکون. سوره منافقون آیت 14 الله میگوید این منافقها دشمنی بسیار سرسخت هستند، دشمنی بسیار فریب دهنده هستند، دشمنی بسیار مکاری هستند که در بین خودتان می آید، شما نمی فهمید که شما را فریب می دهند. الله میگه فحذرهم، پس شما از این منافقان با حذر باشید. قاتلهم الله، الله جل جلاله منافقان را هلاک بگرداند. و همچنین درباره این بود، یعنی که درباره منافقا که با منافقا هم جهاد هست، اما جهادی با دعوت هست، جهادی با حذر هست، از اونها حذر میکنیم و فریفته گپایشان و فریفته نیرنگهایشان نمیشویم. اما جهاد
درباره جهاد با نفس که یک قصه مشهور است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه زمانی که از غزوه تبوک بازگشت گفت که رجعنا من الجهاد الاصغر الى جهاد الاکبر، یعنی که از جهاد خرد به جهاد کلان بازگشتیم. مقصدش این است که از جهاد نبرد به جهاد با نفس بازگشتیم. این قصه اساس ندارد، این حدیث ضعیف می باشد و این قصه بی اساس است، بلکه جهادی با اسلحه و جهادی در نبرد بودن این جهاد اکبر و جهادی بسیار بزرگ می باشد که هر انسان و هر کس نمی تواند این فریضه الهی را در بالای خود جاری بگرداند یا با این فریضه الهی عمل بکند. خب این بود خلاصه معلومات درباره انواع جهاد و اقسام جهاد. اکنون میگذاریم به آن دلایلی که امام نووی رحمه الله برای ما و شما تقدیم میکند. امام نووی رحمه الله در زیر کتاب جهاد چندین آیت ها درباره فضیلت جهاد و فایده جهاد و ثواب جهاد برای ما و شما تقدیم میکند. اولین آیتی که میارد سوره توبه آیت 36 است که امام نووی رحمه الله میگوید قال الله تعالی، الله جل جلاله گفت که وقاتل المشرکین کافه. الله جل جلاله میگوید شما بجنگید ای مسلمان ها با مشرکین کافه، همه یک جا، یعنی همه شما ای مسلمان ها با مشرکین بجنگید، با کافرها بجنگید. کما یقاتلونکم کافه، چطوری که اونها همه یک جا با شما می جنگند، اونها همه سرجم شده با شما می جنگند، پس شما هم سرجم شده ای اهل توحید، ای اهل ایمان، بر ضد کافران بجنگید. واعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که الله جل جلاله همراه پرهیزگاران و همراه اهل تقوا می باشد. این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش آورده است. و آیت دومی که امام نووی می آورد سوره بقره آیت 216 می باشد که الله جل جلاله می گوید، چطوری که امام نووی رحمه الله می گوید قال تعالی، الله جل جلاله گفته است که کتب علیکم القتال و هو کره لکم. کتب علیکم القتال یعنی فرض گردانده شده است بالای شما ای اهل ایمان جنگیدن، جهاد کردن. و هو کره لکم، پس این جهاد ناگوار و ناخوشایند یا ناپسند است در نظرتان، یعنی که جهاد را قدر خوش نمی بینید، اما این فریضه الهی بالای شماست. چطوری که الله درباره روزه میگه کتب علیکم الصیام، روزه بالای شما فرض گردانیده شده است. پس الله هم چنین میگوید کتب علیکم القتال، جهاد بالای شما فرض گردانیده شده است. و هو کره لکم، در حالی که این جهاد در ظاهرش ناگوار و ناخوشایند است و ناپسند است در نظرتان. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، الله جل جلاله میگوید و عسى، چی بسیار حالت این طور هست که ان تکرهوا شیئا، شما دوست نمیدارید چیزی را، و هو خیر لکم، در حالی که اون چیزی را شما دوست نمیدارید اون برای شما بهتر است. یعنی در ظاهرش بسیار حالتهای شده است که شما همون چیز را خوش ندیده اید و همون چیز را نپسندیده اید، اما اون چیز برای شما خیر است، اون چیز برای شما بهتر و افضلتر است. و الله همچنین میگوید و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چقدر بسیار حالتی هم شدگی است که ان تحبوا شیئا، شما دوست داشتگید چیزی را، یگان عمل را، یگان کار را، یگان شخص را دوست داشتید، و هو شر لکم،
و در حالی که اون چیزی دوست داشته شما بد تمام شدگی است بالای شما و همون چیزی دوست داشته شما در آخر ناخوشایند و ناگوار و براتون بسیار بد تمام شدگی هست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله جل جلاله میداند و شما نمیدانید. الله جل جلاله یعلم، یعنی که الله جل جلاله میداند که کدام چیزی در خیر است و کدام چیزی عاقبتش خوب است، در حالی که شما نمیدانید کدام چیز آخرش و عاقبتش خوب یا بد می شود. پس الله جل جلاله میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم. از این حساب بیان کرد که شما فکر میکنید که جهاد کردن، جنگیدن بر ضد کفار این بد است، این ناخوشایند است، اما این طور نیست. الله میداند عاقبتش چی است، پس این خیر است و خوب است، عاقبت نیک دارد. یعنی در جنگ اگر که شما کشته شدید عاقبت نیک دارد که داخل جنت می شوید. اگر در جنگ شما پیروز شدید عاقبت نیک دارد که شما شریعت الهی را، کلمت الله را برداشتید، شریعت الله را بالای زمین حکمران قرار دادید. این بود دویم آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر کتاب جهاد آورده است. و سیوم آیتی که امام نووی رحمه الله میارد سوره توبه آیت 41 است که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید و قال تعالی، و گفت الله جل جلاله انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. الله جل جلاله میگوید که انفروا یعنی حرکت کنید، یعنی که بیرون برایید، بیرون آید و بیرون برایید، خفافا یعنی سبوکبار و ثقالا سنگینبار. یعنی چی؟ خفافا و ثقالا، شما جوانها و موسفیدها، بایها و کمبغلان، دارایان و نادارها، شما بیرون برایید و حرکت کنید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم، و جهاد کنید شما ای اهل ایمان با مالهایتان. پس جهاد با مال هم هست که با مالهایتان شما جهاد کنید. و انفسکم، و جهاد با جان هست، با جانهایتان شما همچنین جهاد بکنید. فی سبیل الله، این جهاد کردن شما باید در راه الله باشد. این جهادتان به خاطر اعلای کلمت الله باشد، به خاطر شریعت باشد، نه به خاطر کدام گروه و کدام قوم و کدام غرض شخصی، بلکه خاص برای رازگی الله جل جلاله باشد. که الله جل جلاله میگه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی انا همین جهاد شما و حرکت کردن شما ای بایها و کمبغلان، ای دارایان و نادارها، ای جوانان و پیرانسالان، این جهاد شما خیر لکم، خیر است، خوب است برای شما. این کنتم تعلمون، اگر که شما این را دانستید و اگر که شما این را فهمیدید، پس این به خیر شما تمام می شود. این بود آیت 41 سوره توبه. بعد از این آیت 4 که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میارد، سوره توبه آیت 111 می باشد که امام نووی رحمه الله میگد و قال تعالی، الله جل جلاله در سوره توبه آیت 111 میگوید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یعنی که الله جل جلاله خریداری کردگی است، الله میخرد. ان الله اشترى، الله میخرد من المؤمنین انفسهم، از مؤمنها نفسهایشان را، یعنی جان مؤمنها را الله میخرد. و اموالهم،
و مال مؤمن ها را الله میخرد در مقابل چی؟ بأن لهم الجنه، در مقابل آنه که برای این انسان ها جنت است. یعنی که الله جل جلاله عقد میبندد، عهد و پیمان میبندد با تو ای مسلمان که جان و مال تو را خریداری میکند. که چیکار میکنه؟ ما را به چی وظیفه دار میکند؟ یقاتلون فی سبیل الله، یعنی می جنگن، یعنی برای بجنگن، در مقابل اینه که بجنگن مؤمن ها فی سبیل الله، در راه الله جل جلاله. یعنی که الله جل جلاله در مقابل جان و مالهایمان برای ما و شما جنت میدهد. چی معامله میکند؟ یقاتلون فی سبیل الله، باید بجنگیم در راه الله. فیقتلون و یقتلون، پس میکشند و کشته میشوند. یعنی که اگر که کشتیم، سرفراز و پیروز گشتیم، پس این به فایده قیامت ما است. و یقتلون، و یا کشته میشویم. اگر که کشتیم، پیروز شدیم، به فایده دنیا و آخرت ما هست. در دنیا سربلند با قانون الهی زندگی برپا میکنیم. و یقتلون که الله میگه کشته میشوند. اگر کشته شدیم، این هم به فایده ما و شماست که اون جنت پرناز و نعمت الهی ده داخل میشویم. یعنی که برای مؤمن در جهاد بودن، کشتن و کشته شدن هر دوش یک است. یعنی هر دوش فایده دارد. اگر کشت، در دنیا زندگی سرفراز و زندگی خوش و زندگی زیری حکم الهی برپا میکند. اگر کشته شد، داخل جنتی پرناز و نعمت می شود. یعنی هر دوش برای مؤمن خیر می باشد. اکنون الله جل جلاله می گوید وعدا علیه حقا، یعنی این وعده برای مؤمن حق است، این واقعی هست. یعنی که الله جل جلاله مؤمن را این طور وعده می دهد که در مقابل جان و مالت من برای تو جنت می دهم. الله می گوید وعدا علیه حقا، یعنی که این وعده که الله داده است این حق است، این درست است. پس کجاست دلیل، کجاست اون عقدنامه که ما این عقد را قبول بکنیم، که این عقد به این عقد تکیه بکنیم؟ الله میگه که فی التوراتی، این وعده، این عقدنامه، این معامله که هست در تورات هم هست. اگر در تورات هم ببینی همین وعده آمده است که جهادی در راه الله آخرش جنت است، سرفرازی در دنیا و قیامت است. والانجیل، همچنین این وعده در انجیل هم است. انجیل را هم ورق بزنی میبینی که جهاد کردن در راه الله این پیروزی برای انسان هست، هم در دنیا و هم در آخرت که داخل جنت پرناز و نعمت می شود. و القرآن، این وعده همچنین در قرآن هم آمدگی هست. ببینید، پس دلیل میخواهی برای این، تورات را هم ببینی هست، انجیل را هم ببینی هست، قرآن را هم ببینی هست. این معامله تو ای انسان مسلمان موحد ثبت شدگی است که در مقابل جنگیدنت بر ضد کفار و شهید شدنت یا پیروز شدنت، این معامله با الله است. پس تو معامله با الله جل جلاله کرده ای. الله جل جلاله در دوام آیت میگوید که و من اوفا بعهده من الله، و چی کسی وفادار کننده تر با عهدش است از الله دیده. این را میگویند استفهام انکاری، استفهام انکاری. یعنی که آیا کسی وفا کننده تر از الله وجود دارد؟ البته که نه. یگان کسی وفادار و وفا کننده تر از الله جل جلاله وجود ندارد. اون کسی که وفا کننده هست، در وفایش خیانت دیده نمی شود، در وفایش می ایستد، در وعدهش می ایستد، این الله جل جلاله است.
پس و من اوفا بعهده من الله، کیست وفا کننده تر با عهدش از الله ددیده؟ هیچ کس، فقط یگانه است که یگانه الله است که در عهدش می ایستد. فاستبشروا ببیعکم، الله جل جلاله میگوید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، یعنی که پس خوشنود باشید، خرسند باشید. فاستبشروا، پس بشارت برای شما، خوش برایتان. در مقابل چی؟ ببیعکم، در مقابل این معاملاتان، الذی بایعتم به، همون معامله که شما معامله کردید، همون تجارت که شما دست دادید، همون عهد و پیمانی که شما با الله بستید که جهاد کردن در راه الله با نفس و با مالهایتان. الله جل جلاله میگوید پس خوش باد، خرسند باشید. ذلك هو الفوز العظیم. الله جل جلاله میگوید این هست بزرگی، این هست پیروزی بزرگ. یعنی که انسان این معامله را بکند پس پیروز شدگی هست. چطور گفتم؟ با دو جانب هم پیروز. اگر که مرد هم شهید شد، پیروز که داخل جنت می شود. اگر زنده ماند، پیروز که در دنیا زیر قانون الهی و حکم الله را بالا گردانده و زیر حکم الله زندگی برپا می کند. زندگی با شرف، زندگی با احترام، زندگی با عزت. این بود چهارم آیت. و بعد از این پنجم آیت را امام نووی رحمه الله در زیر کتاب جهاد می آورد، سوره نساء آیت 95 و 96 که الله جل جلاله می گوید و قال الله تعالی، الله جل جلاله گفته است. پیش از اون که این آیت را بخوانم، پس برای تو ای شنونده، هر کسی که مرا میشنوی، سوال این است: آیا فکر کردی که این آیت ها برای کی نازل شده است؟ و آیت هایی که بعد میخوانیم تصور کنید اینها برای کی نازل شده است؟ اینها در حق کی نازل شده است؟ این را شما خودتان با عقلهایتان، با فهمهایتان برکشید و ایمانهایتان را زنده گردانده و ایمانهایتان را قوت داده تصور کنید، فکر کنید که این آیت ها برای کی نازل شد؟ فقط برای صحابه؟ فقط برای تابعین؟ فقط برای تبع تابعین؟ یا برای هر مسلمان از زمان پیغمبر تا به روز قیامت؟ این را شما خودتان تصور و فکر و اندیشه بکنید درباره این آیت ها. خب پنجمین آیت، الله جل جلاله در سوره نساء آیت 95 و 96 میگوید: لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی که برابر نیستند خانه نشینان مسلمان، آن مسلمانانی که خانه نشین هستند. مقصد از خانه نشین کسانی که به جهاد نمی روند، کسانی که به جهاد نمی روند. الله میگوید که اونها برابر نیستند، غیر اولی الضرری، یعنی که مگر یا غیر افرادی که معذور هستند، افراد شخصایی که معذور هستند از جهاد، اونها را الله جل جلاله بیرون میکند. یعنی مؤمنی که معذور نیست برابر نیست. و المجاهدون فی سبیل الله، با کی برابر نیست؟ با اون کسانی که جهاد میکنند در راه الله. پس آن مؤمن هایی که در خانه می نشینند، مقصد که به جهاد نمی روند، غیر معذورها، یعنی مؤمن هایی که عذر ندارند در خانه می نشینند و جهاد نمی کنند، اینها با مجاهدانی که در راه الله جهاد میکنند اینها برابر نیست، اینها یکسان نیست. باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، باموالهم و انفسهم، یعنی در راه الله می جنگند مجاهدان با مالها و با نفسهایشان. مقصد از جهاد، جهاد شرعی هست، نه جهادی هر گروه و هر طایفه که نام جنگش جهاد بماند. زیرا اینکه از این کلمه جهاد بسیار کسانی هستند، بسیار طایفه های خبیث، طایفه های گمراهی هستند که استفاده برده اون جنگ خودشان را، اون قتل خودشان را،
اون ظلم خودشان را، نامشان را جهاد ماندگی است. نه، اون جهاد، اسلام بیزار است از اون جنگ و قتال و خونریزی اونها. وقتی که ما جهاد میگیم، جهاد شرعی در زیر حکم الله، در با فرمان حاکمی که اجرا می شود. ما این جهاد را در نظر داریم، جهاد شرعی، نه جهادی گروهی و نه جهادی که از نام استفاده برده جنگشان را جهاد نامگذاری بکنند. اسلام و ما مسلمان ها از اون طور نامگذاری ها بیزار هستیم. فقط جهاد که میگویم، جهادی آنه که مقصد کلمه الله را بالا کردن و حکم الله را جاری کردن و طبق فرموده شریعت انجام دادن اون جنگ و اون نبرد. الله جل جلاله میگه که فضل الله، اکنون در دوام آیت الله میگه که یعنی که انسان هایی که خانه نشین هستند و انسان هایی که مجاهد هستند، با مالها و نفسهایشان می جنگند، پس اینها برابر شدن نمی توانند. چطور برابر شدن نمی توانند؟ الله میگه که فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، یعنی که الله جل جلاله برتری دادگی است برای مجاهدین، اون مجاهدینی که با مال و نفسهایشان می جنگند، علی القاعدین، بر کسانی که جنگ نمی کنند، جهاد نمی روند. الله جل جلاله اون مجاهدین را فضل دادگی است، برتری دادگی است، درجتن، یعنی که به درجه، به یک مقام عالی الله جل جلاله برای اون مجاهدین دادگی است. و کلا وعد الله الحسنى، و کلا یعنی همه را، همه آنه که الله جل جلاله وعده های الله جل جلاله نیکو می باشد. و کلا یعنی همه را وعده دادگی است الله جل جلاله که نیکو است. و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، و برتری دادگی است الله جل جلاله بر مجاهدین بالای کسانی که خانه نشین هستند، اجری بزرگی الله وعده کردگی است. یعنی مجاهدین را الله جل جلاله اجری بزرگ دادگی است، درجات منه، همچنین منزل ها و مرتبه های گوناگونی از جانب الله برای مجاهدین داده می شود. یعنی که اجری بزرگ داده می شود، همچنین درجه، منزلت و جایگاه بزرگ برای مجاهدین الله جل جلاله می دهد. و مغفرت و رحمه، همچنین از جانب الله همراه این درجات و اجر مغفرت و رحمت برای مجاهدین می باشد. الله جل جلاله می بخشد مجاهدین را و الله جل جلاله رحمت می کند، رحم می کند بالای مجاهدین. و کان الله غفور الرحیم، و الله جل جلاله بسیار بخشنده و بسیار مهربان می باشد. پس این بود سوره نساء آیت 95 و 96. پس هر آیتی که خوانده می شود انسان باید تفکر بکند که این آیت ها برای کی نازل شده است، این آیت ها برای کی الله جل جلاله این آیت ها را روان کرده است، زیر این حکم کیها می دراید، باید انسان تصور بکند، باید انسان اندیشه بکند. و آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر کتاب جهادش می آرد، سوره صف از آیت 10 تا آیت 13 می باشد که الله جل جلاله، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگه و قال تعالی، الله جل جلاله گفته است. و الله جل جلاله در سوره صف در آیت 10 میگوید یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید. اکنون الله جل جلاله اهل ایمان را خطاب قرار میدهد، میگوید که ای آن کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارتین، یعنی آیا شما را من راهنمایی بکنم به یک معامله، به یک تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، اون تجارت فایدهش، صفتش همین است که شما را نجات میدهد از عذاب دردناک، از عذابی با درد و مشقت و از عذابی پردرد شما را نجات میدهد اون تجارت.
الله میگه که ای اهل ایمان، آیا من شما را به این معامله، به این تجارت، به این داد و گرفت راهنمایی بکنم؟ اکنون راهنمایی چی است؟ ما مؤمن ها میگیم بله. پس چطوره که امروز ما و شما را کسی بگوید که آیا من تو را راهنمایی بکنم به یک کارخانه که هر ماه 20,000 دلار برای تو آیلوک میدهد؟ وقتی تو شنیدی تو چی میگوی؟ میگوی بله راهنمایی هم بکن. یا حالا تو در یک مشکلی هستی، یک از بیاد تو را بگوید که آیا من تو را راهنمایی بکنم به کاری که تو از این مشکلی خلاص شوی؟ تو حتما میگوی بله. پس الله جل جلاله وقتی که ما و شما را میگوید آیا من ای اهل ایمان شما را راهنمایی بکنم به تجارت و معامله که شما از عذاب دردناک نجات میابه، جواب ما و شما چی است؟ حتما میگویم بله ای الله یا رب العالمین، بله راهنماییمان بکن، برای ما بگو که آن راه نجات چی است. اکنون الله جل جلاله در آیت 11 سوره صف اون راه نجات را برای ما و شما میگوید که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. اکنون دیدید اون راه نجات، اون معامله چی است؟ اولین تؤمنون بالله، اول ایمان به الله بیارید. اگر اهل ایمان نیستید ایمان به الله بیارید. اولین تجارتی کامیاب و تجارتی نجات دهنده از عذاب دردناک، ایمان به الله بیار. و رسوله، ایمان به پیغمبر الله بیار. و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، و جهاد بکنید در راه الله با مالها و نفسهایتان، با جانتان شما در راه الله جهاد بکنید. پس این هست تجارت، ایمان به الله و پیغمبر آوردن و جهادی در راه الله کردن با مال و با جان. این راهی کامیابی است. الله میگه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی این بهتر و خوبتر است برای شما اگر که شما بدانید. یعنی شما نمیدانید، در ظاهرش فکر میکنید که این بد است، این ناخوش آیند است، پس شما نمیدانید. اگر میدانستید این بسیار برای شما بد است. پس کافران دانستند که این بسیار خوب است. حتی کافرهایی را دانستند از این حساب است که جنگ نبردی به امان بر ضد اینها میبرند که تا اینکه کلمه جهاد در جای ذکر نشود، کلمه جهاد در جای نام برده نشود، یادرس نشود. چرا؟ زیرا اینکه اگر انسان درباره جهاد شنید پس دنبالش میرود که جهاد چی است و چی فضیلت دارد، چی ثواب دارد، چی پاداش دارد. اون مؤمنی بیدار و مؤمنی هوشیار و مؤمنی درخواست کننده رازگی الله را، اون مؤمن چیکار میکند؟ از دنبالش میشود. از این حساب است که این کلمه ها را گرفتن را برای کافرین و منافقین خوش نمی آید. کافرها و منافقا خوش نمی بینند، زیرا که جهاد هم بر ضد منافق است با دعوت و با ابلاغ و با رساندن حجت، و هم با کافر است که اگر لازم شد در زیر حاکم شرعی بر ضد کافر با سلاح همچنین جنگیدن حکم اساسی شرعی دارد. این بود آیت 11. اکنون اون تجارت چی بوده است؟ ایمان به الله و پیغمبر آوردن، در راه الله جهاد کردن. اکنون این کار کردیم چی می شود؟ اکنون این کار که ما کردیم، ایمان به الله آوردیم و به پیغمبر ایمان آوردیم، جهاد در راه الله کردیم، چی فایده می بینیم؟ الله میگه یغفر لکم ذنوبکم. در آیت 12 سوره صف الله جل جلاله میگوید که یغفر لکم ذنوبکم، یعنی الله گناهان شما را میبخشد. وقتی شما این کارا که کردید الله گناهان شما را میبخشد. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، یعنی داخل میکند شما را به جنتی که صفت اون جنت این است تجری من تحتها الانهار، روان است از زیر اون جنت نهرها، دریاها،
یعنی جای استراحت و جای دمگیری است. الله جل جلاله شما را داخل اون جنتی، در جنتی که از زیرش دریاها می رود، شما در حالت استراحت و دمگیری و در حالت کیف و صفا هستید، در حالت راحت هستید. از زیر شما دریاها جاری هست. و مساکن طیبتا، و همچنین قصرهای خوب، خانه‌های با دبدبه برای شما داده می شود. فی جنات عدن، در جنتی که عدن هست، همیشه و جاویدانه هست. ببینید، جنتی که همیشه هست، در انا همون جنتی همیشه و جاویدانه الله این چیزها را برای شما میتد. رنگ دنیا نیست که موقتی باشد، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال بعد این نعمت ها از دستان برود، یا این نعمت ها در دنیا بماند و شما بمیرید و بروید. این طور نیست، بلکه در جنتی که اون جنت عدن هست، اون جنت همیشه است، اون جنت جاویدانه است، اون جنت به آخر نمی رسد، پس شما صاحب انا همون طور جایی می شوید که دیگه خوشی شما، خرسندی شما، استراحت شما بر پایان نمی رسد، همیشه باقی می ماند. ذلك الفوز العظیم، الله جل جلاله می گوید این پیروزی بزرگ است که شما این چیز را، این تجارت را، این معامله را با الله انجام بدهید و این چیزها را به دست بیارید. این پیروزی بزرگ است. الله جل جلاله در آیت 13 سوره صف اکنون میگوید که و اخرى تحبونها. اکنون سوال، الله جل جلاله برای ما وقتی که این معامله را انجام دادیم جنت میداده است، خانه ها میداده است، قصرها میداده است که اون جنت، اون دریاها از زیرشان جاری، اون قصرها و خانه های با دبدبه و خانه های بزرگ از ماست. خلاص همین است در جنت و بس. پس اگر من سملیات در جنت خواستم، هواپیما آیا هست؟ پس من ماشین در جنت خواستم، در جنت تلفن خواستم، در جنت یگان چیزی من هوس کردم آیا هست؟ الله چی میگوید؟ میگوید و اخرى تحبونها. در جنت باز نعمتهای دیگری هست که شما ای اهل دنیا اونها رو دوست می‌دارید. اگر ماشین می‌خواهی در جنت برات ماشین داده می‌شود، اگر تلفن می‌خواهی در جنت برات تلفن داده می‌شود، اگر هواپیما و سملیات و قصر و هر چیزی که می‌خواهی در جنت برای تو داده می‌شود. الله محدودش نکرد، گفت که و اخرى تحبونها، یعنی در جنت نعمت‌های دیگر هم برای شما داده می‌شود که شما اون نعمت‌ها را دوست می‌دارید، شما اون نعمت‌ها را خوش می‌بینید، برای شما اون نعمت‌ها داده می‌شود. الله اکبر. نصر من الله و فتح قریب، همچنین برای شما نعمت‌های دیگر نصر من الله است، یعنی کامیابی از جانب الله است. یعنی که الله جل جلاله شما را وقتی که جهاد بر ضد کافران میکنید، الله شما را پیروز میگرداند، الله شما را سربلند میگرداند. و فتح قریب، و همچنین فتح نزدیک است، فتح بسیار نزدیک است. ببینید، فتح و فتح قریب یعنی فتح بسیار نزدیک می باشد. امام عطا رحمه الله درباره این و فتح قریب در تفسیرش میگوید که مراد فتحی یعنی که فارس و روم است. بعضی علما میگن فتح قریب یعنی فتح مکه است. ای مؤمن ها، شما بزودی، یعنی اون زمان مکه در دست مشرکین بود، الله جل جلاله گفت که من شما را کامیاب میگردانم که مکه را فتح کرده میگیرید، شما مکه را از دست مشرکین میگیرید. اما عطا میگه نه تنها مکه، بلکه روم و فارس را با آن قدرتش شما ای مسلمانان فتح میکنه، در زیر دست خودتان میگیرید. چی طوری که ما و شما از تاریخ آگاه هستیم که واقعا
فارس و روم را با اون لشکرانش، با اون قدرتش، با اون هیبتشان مسلمانان در زیر تصرفشان گرفتند. پس این وعده الهی حق است که واقعا این کار شد. یعنی این کار پیش از اونه که این روم و فارس زیر سیطره مسلمان ها بیاید، پیش از این بود. پس ببینید وعده الهی در این دنیا وعده های دودگیش واقعی عملی شد، همچنین وعده های اخرویش هم که اون جنت با ناز و نعمت هایش عملی می شود اگر که ما با اخلاص عمل بکنیم، اگر که ما جهاد شرعی بکنیم. بازم تکرار میکنم، نه با نام جهاد، بلکه جهاد شرعی در زیر حاکم شرعی عمل و انجام بدهیم جهاد را. اما با نام جهادها، اینها نامشان جهاد است، دین و شریعت و الله از این جنگا و از این خونریزی ها بیزار می باشد. و بشر المؤمنین، الله جل جلاله میگوید در آخر آیت که بشارت بدهید مؤمنان را. الله جل جلاله اکنون میگوید بشارت برای مؤمن ها، بشارت برای اهل ایمان. برای چی؟ برای این کار را اگر انجام دادن، این کار را اگر عملی کردن، این کار را اگر این معامله را امضا کردند و با این معامله راضی شدند، پس و بشر المؤمنین، پس بشارت بدهید مؤمنها را، مژده بدهید مؤمنها را. این بود آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر کتاب جهاد در کتاب ریاض الصالحینش آورده است. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید که والآیات فی الباب کثیرة مشهورة، یعنی که این 6 آیتی که آورد، پس مسئله جهاد میگه با این 6 آیت تمام نمی شود، بلکه آیت در این باره از بسیار است و مشهور هم هستند. این آیات های جهاد خیلی زیاد هستند و مشهور هستند، اما امام نووی رحمه الله یک چند تا از اینها را گلچین کرده برای ما و شما همچون نمونه تقدیم کرد. اگر میخواهی کاملا درباره جهاد آیات ها و حدیث ها را معلومات بگیری، پس برگرد به قرآن، برگرد به کتاب حدیث ها، در باب جهاد این مسئله را با تفصیل پیدا خواهی کرد. اکنون امام نووی رحمه الله میگه که و اما الاحادیث فی فضل الجهاد فاکثر من ان تحصره، اما حدیث میگه در فضیلت جهاد پس چنان بسیاری هست از اونی که شمرده شود، از شمردن زیاد است، یعنی شمرده نمی شود. فمن ذالک، پس بعضی از همون حدیث را میگه من برای شما تقدیم میکنم. اکنون شروع میکند از حدیث 1284 کتاب ریاض الصالحین که انشاءالله این حدیث را، حدیث 1284 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. برای دراز شدن درس معذرت میخوام، اما میخواستم این آیت های جهاد همه در یک ثبت باشند و همه یک جا سرجم باشند. از این حساب این درس طولانی هم که شد یک جایش گرداندم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.